بر مردم و ملت ایران عزیز، ما امروز میخوایم کتاب به اصطلاح آسمانی اسلام رو آتیش بزنیم. اینا همه شیطانی است. جمهوری اسلامی میباشد که با این کتاب دارن حکومت میکنن. این سلاح خامنه ایه، جمهوری اسلامیه. اینو که نابود بکنیم جمهوری اسلامی نابود میشود. عزیز من، اگر این تقوا امروز در وجود من و تو می بود، اگر این تقوا در وجود جوان من و تو می بود، اگر این پرهیزگاری و خداشناسی و خدا ترسی را من و تو می داشتیم، آیا قرآن من و تو را آتش می زدن؟ این قرآنی که برای نجات من و تو آمده، این قرآنی که برای نجات من و تو آمده، این قرآنی که زندگی میبخشد، خبر نداری که در همین هفته این قرآن من تو رو آتش زدن؟ چی کردی؟ چه عکس العمل نشان دادی؟ چند بار به صفحات تیک تاک و صفحات فیسبوک رفتیم و گفتیم ما توبه میکنیم، برمیگردیم به سمت خدا میرویم، دیگر گناه نمیکنیم، دیگر این فجایع را انجام نمیدیم. چند بار. امروز ما از مسیر حق منحرف شدیم، ما راه خدا را ترک کردیم، تقوای الهی در وجود ما نیست. قرآن چی گناه دارد که آتش زده شود؟ این کلام پروردگار ما گناهش چی است؟ و قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. از این ترس نداری که روز قیامت رسول معظم اسلام بیاید و صدا بزند ای الله این امت من قرآن را ترک کردن؟ و قرآن که کلام رب است، گناهش چیست که باید به آتش سوزانیده بشود؟ جز از غفلت ما انگشت کفار سر نبض جوان گذاشته شده که جوان امت پیامبر مثل عمر مختار زنده است. عمر مختار، من گفتم که اون میگفت روز خواهد شد ای انگلیس، ای بریتانیا، ای ایتالیا، روز خواهد شد که امت پیامبر جوانان شما در برابر شما استاد میشوند و شما را به جهنم وصل میسازند. اما امروز قرآن را آتش میزند. این از کجاست؟ از ماست که بخواست. ما این راه ها را باز کردیم، ما محبت نکردیم به قرآن، ما عمل نکردیم به قرآن، ما دور خوابیدیم از قرآن، ما نخواندیم قرآن، ما با چشم خود نمالیدیم که امروز به آتش مالیده می شود. این کلام رب ما در حالی که نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در کره زمین است. چه کردیم؟ از این شعار تو خالی چی میبراید که ما برویم فقط شعار بتیم؟ از این شعار چیز ساخته نیست. عزیز من، قرآن عمل میخواهد، قرآن پیروی میخواهد، قرآن میخواهد به گرد شرق بزنی، قرآن میخواهد به سینه بمانی. از اینجا بیرون شدی، برو به سمت قرآن، بگیر بگو ای کلام رب، ای کلام پروردگار من. امروز خالد نیست، امروز عمر نیست، امروز عثمان نیست، امروز علی نیست، امروز اصحاب پیامبر نیستن که تو را آتش میزنن. از من چیز ساخته نیست، ایمان من ضعیف شده است. دیگه هیچ راهی نیست عزیز من، دیگه هیچ راهی نداره. پس اگر میخوای مثل یوسف باشی، عهد محکم به الله ببند، تعهد محکم به الله ببند، گریه کن، از خدا بخواه که خدایا به من قوت و ایمان نصیب بگردان، شجاعت به من نصیب بگردان. یک کسی بیاید در ملای عام ویدیو بگذارد، کل دنیا هم مسلمان ببیند، خواهری که در تیک تاک مسلمان است با اون لباس برهنه و با اون اشوه‌گری هایی که دارد، مگر نمیبیند که به قرآن آتش زده می شود؟ مگر جوان نمیبیند که به قرآن آتش زده می شود؟ هر روز 1000 لعنت نثار علما میکنند، مگر مردن کورن که امروز به قرآن آتش زده می شود؟ از ما صدایی بر نمی آید. 56 کشور اسلامی داریم. اگر اینها انسجام می داشتن، اگر به معنای واقعی بندگی می داشتن، اگر به معنای واقعی امت بودن را می دانستن، چه اتفاقی می افتاد؟ این سخن مفت نیست. بیاندش قرآن را کسی برود آتش بزند.
نام الله را آتش بزنه، برنامه زندگیت را، قانون تو را، اون که وعده جنت به تو میدهد آتش میزنه. پس پیامی که قرآن به تو دارد و پیامی که از این داستان به تو دارم عزیز من، اون این است که از ته دل یه خواهش از تو دارد، یه خواهش از تو دارد، ولی الان قلبت سوز دارد، الان چشمت اشک دارد، هنوز من میدانم دل تو درد دارد، شاید اون انسان به دست تو بیاید تکه و پارچه اش بکنی، اما این را بدانی قرآن این را هم از تو نمیخواهد. قرآن فقط از تو میخواهد که به اون عمل بکنی، به اون عمل بکنی. من بار گفتم که از موسیقی دست بکش، از تابلت که دست بکش، از پابجی و لدو دست بکش، از معصیت و نافرمانی خدا دست بکش و به قرآن تعهد ببند که بعد از این من میخواهم که تو را محب خود قرار بدهم، تو را هم نشین و همدم خود قرار بدهم، من با تو زندگی میکنم. چه زیبا زندگی با قرآن، چه زیبا اون چشمایی که هر روز به صفحات قرآن نگاه میکنن، چه زیبا از اون سینه‌ای که هر روز قرآن به اونجا گذاشته میشود، چه زیبا از اون زندگی که هر روز به اونجا قرآن تلاوت میشود. پس عزیز دل من بیاییم که بیدار بشیم. از ضعف ماست که دشمن قوی شد، از ناتوانی ماست که دشمن قوی شد، از کم شجاعتی ماست که دشمن قوی شد، از عمل نکردن ماست که دشمن قوی شد و الا دشمن این جرأت را نمیکرد. شما چند مرتبه قرآن را آتش زدن، چند مرتبه، ولی هیچ کار نکردیم، باز با جرأت این کار را میکنن، باز میکنن تا زمانی که جوان بر نگردن، تا زمانی که جوان تعهد به الله نبندد، تا زمانی که جوان با صدق دل مثل یوسف فرار از گناه نکند. عزیز من، هیچ درد را این شعارها درمان نمی کند. این را بدانید، تظاهرات مشکل را حل نمی کند. چیزی که قرآن از من و تو میخواهد او استقامت است. وقتی استقامت جوان به دین دیده شد، به خدا قسم اگر تو دست بر نداری کفار در داخل خانه خودش آرام نمیماند.